اینجا نه لاس وگاس است و نه منچستر. اینجا پایتخت کشور است که 4 دهه گرفتار جنگ و درگیری بوده. حالا کابل میزبان مسابقه بوکس است که شاید بزرگترین رخداد ورزشی یا حتی ملی در چند سال گذشته باشد. شهر هم چهره دیگری پیدا کرده. همه مردم افغانستان برای یکی دو روز هم شده سیاست و قومگرایی و درگیری را کنار میگذارند و چشم به مشت‌های گره کرده مرد میدوزند که برای صلح میجنگد. شاید به قول او ورزش بتواند نسل آینده افغانستان را به صلح دعوت کند. بچه‌ها اسلحه به دست نمیگیرند، آنها با ورزش رو میآورند. من خودم ورزشکارم و به این عقیده دارم که ورزش میتونه مردم و حتی منطقه را با هم متحد کند. امیدوارم که این مبارزه برای کشورم صلح بیاورد. روز مسابقه فرا می رسد. صدها افغان از قومیت‌های مختلف زیر یک سقف جمع شدند و با هم به جشن و پایکوبی می پردازند. آرزوی چند دهه افغان‌ها برآورده می شود. انشالله از این مسابقه به عنوان صلح که انشالله زیادتر داشته باشیم در افغانستان خودمون، چون ما هیچ دعوتی از کشورهای خارجی نداریم. شاید این اولین دعوتی باشه که در کشور ما میشه. انشالله از این دعوت‌ها بیشتر و بیشتر داشته باشیم. من بسیار خوش هستم. ما بسیار یک احساس خوشی داریم، چرا که برای اولین بار در افغانستان چنین مسابقه برگزار میشه که تقریبا به سطح بین المللی قرار داره. حمید رحیمی مقابل سعید امبلوا از تانزانیا قرار میگیرد. برای مبارزه در 12 راند به داخل رینگ میره. ضربه های رحیمی چپ و راست روی صورت سعید امبلوا میشینه. امبلوا مقابل رحیمی فقط دفاع میکنه. معلوم نیست امبلوا چقدر دیگر میتواند زیر این ضربه ها دوام بیاره. در راند 7 داور بازی را متوقف میکنه و داور اعلام میکنه که بوکسر تانزانیایی ناک اوت فنی شده و رحیمی را برنده اعلام میکنه. کمربند قهرمانی برای رحیمی، افتخاری که سهم عمده آن نصیب افغانستان می شود. ده همه چیز به همین راحتی تمام شد. عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی گفتند که نتیجه مسابقه از پیش تعیین شده بوده. ادعایی که درست یا غلط بودنش چیزی از شکوه این رویداد بزرگ کم نمی کند. مهم این بود که یک افغان برای اولین بار در یک مسابقه بزرگ بین المللی برنده شد و پرچم افغانستان برافراشته شد. اما مهمتر از آن تبدیل شدن این مسابقه به جشن آشتی ملی بود، چیزی که افغانستان و مردم آن شدیداً به آن احتیاج دارند. طاهر قادری، BBC.